یو رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه دیگه از پرژن رپ. امروز اینجاییم تا ما هم دیگه گوش دادیم به یه سری آثار که آهنگسازشون با من بوده و با آرتیستای دیگه همکاری داشتم و انتخابش با خودم نبوده. دکتر عزیزمون زحمت کشیده و اینا رو گذاشته باشه هم دیگه. بهترین آهنگایی که بیشترین بازیدار داشتن و برامون سلکت کرده تا با هم دیگه بشنویم. اولین آهنگ کارا زیاده، بزنیم بریم براش ببینیم که چیه. من امشب دلم گرفته است حتی اگه دنیا رو بزنی به اسمم. این همه فهمیدم بعد دیدم درگیر قلبای زخمی و زنگیدم. قبلا هم مرگ میترسیدم اما حالا دارم از آدم در میرم. عجب ترکی بود ها، یادش بخیر. به نظرم یکی از خاطره انگیزترین همکاری‌های من با بچه‌ها بود و بچه‌ها قراره که سر هر موزیک بذار از خاطرات اون آهنگ براتون بگم. یادم میاد که عرفان اومده بود استانبول و بچه‌ها داشتن رو کار روشن کار می‌کردن. آهنگ کار زیاده رو براش پلی کردیم و در واقع دمشون گرم، بچه‌ها کمک کردن اونجا تونستن در واقع کمک من بکنن که اولین آهنگی رو بسازم که بتونه فراگیر بشه و به نظرم اولین هیت ترکیه که من ساختم و توش حضور دارم. و مرسی از همینجا دوباره از رضا پیشرو و عرفان عزیز برای اینکه کردیت لازم به من دادن. یادمه که خیلی رو موزیکش کار کردیم دیگه. تایماز هم موقع گیتارش رو زد و میکس و مسترش هم با پدرام آزاد عزیز بود. شرایط بهش رو بزن بریم برای آهنگ بعد. برای آلبوم خاص بود و خیلی دوران خوبی بود. به نظرم خاطرات خیلی باحالی بود، هم موقعی که داشتیم کار می‌کردیم روش، تیزری که براش گرفتیم و همه برنامه‌هاش. برو بریم. نقاشی کردیم رو دیوار و اسم همو حکاکی کردیم. تجربه رو تنها می‌رفتیم باعث شد رو هم وسواسی تشکیل. کار خاص رو بذارین یه ذره خاطره‌شو بهتون بگم. دومین ترکی شد که قرار شد با پیشرو توی آلبوم خاص داشته باشیم و آرتیست سومش هم معلوم نبود در ابتدا، ولی کارو که جلو بردیم. ورسمو نوشتم و یادم میاد که فرستاده بودم واسه قدر که بنویسم تا اون موقع تو مود نوشتن نبود و یه شرایطم به قدر بدیم. امیدوارم که زودی ازش حرکت‌های خفن ببینیم، استعداد خیلی خفن. اون موقع علی اوج پیش ما نبود و یادمه که اوجلی گوش کردین آهنگو بدونی که مثلا در جریان باشم. اونجایی که کار دست بچه‌ها بوده امید داشته گوش می‌کرده و بهم زنگ زد و گفتش که داشتینا اینم کادوی تولدت، به خاطر اینکه احساس کردم که آلبوم خوب شده و داری خوب میری جلو، این کارم در واقع بذاریم توی لیست کارامون توی آلبوم خاص. کوه برفی با عرابه گشتم انگار نور کم داره رات آدم و دارتم با چند تان خواب انگار زور و سرمایه دار را عادت دارم به چنگال باز. چون از هر ترک چند تا در واقع چند ثانیه هستش، من قطع می‌کنم یه سری توضیحات بدم. بچه‌ها خیلی داستان این ترک جالبه به خاطر اینکه این ترک رو وقتی با اوجی بستیم قرار شد آرتیست سومش صادق باشه و خیلی کارو بالا پایین کرده و قرار بود تو آلبوم منم حضور داشته باشه. اون تا با هیچ ترک ارتباط نگرفت اونجوری که بخواد بنویسه و روش بیاد، ولی یادمه که در واقع امیرعلی زخمی تو اولین باری که همدیگه رو دیدیم که اومده بودن بچه‌ها استانبول کنسرت داشتن و من اونجا رفاقتم با امیرعلی چک گرفت و خیلی هم دوستش دارم. خیلی بچه گلیه شراب تو زخمی. اینو بگم بهتون که کارا رو داشتیم گوش می‌کردیم و دوتایی رفتیم تو استودیو نشستیم و داشتم کار آلبوم واسش می‌ذاشتم. گفتم داشتی من یه کار دارم اینجوریه و داستانشو قبول صادق توش باشه، تو اگه باشه ارتباط میگیری بیا روش ورس بزنیم. و آقا این بچه انقدر استعداده، این رپر انقدر خفنه به نظر من که اومد رو کارو این ورس طوفانی رو در آورد نوشت و منم کلی خداییش کردم و همونجا هم ریکوردش رو گرفتیم، همونجا نوشت و همونجا هم ریکوردش رو گرفتیم و تبدیل شد به آهنگ نور. اوجلی هم ترکونده توش و موزیکش هم که یه خودتون بدونید که من کارش با هم بوده و معلومه هر ترک اینجا آهنگسازیش با خودم بوده. میکسای همه این آلبوم با پدرام آزاد. نمیخوام بکنم خشاب و روت خالی ولی واسه کنم حساب و پول لاتی. منو کارم دیدین تهران خوب گاهید سمی وزنی یه بار گولاخی پول سازی ما حلال نیست رفت. آقا این ترک آدرنالین ترو به نظر من یکی از همکاری‌های خیلی باحال من پایا بوده. اولا که رفتیم تو آلبوم آدرنالین، یعنی اون ترک ها واسه آلبوم خاص بود و آلبوم آدرنالین هم که کلی حواشی سرش داشتیم و اینا رو همه رو بگذریم. الان اینجاییم که راجع به اون ترک های صحبت کنیم که میشنویم. حالا بماند که چقدر با آرتیستایی که تو این ترک بودن به داستان خوردیم و اونم من حقیقتشو بخواید دلم نمیخواست، یعنی دلم نمیخواستم با هیچ داستانی داشته باشم. حداقل الان
موزم اینه، چون که دارم کار خودمو میکنم و برنامه‌ها اصلا مشخص. ولی در مورد پایا بگم چون ورسش پلی بود. اولا اینکه این آهنگ قرار بود خیلی طولانی تر از این باشه و آرتیستای بیشتری توش باشن. قرار بود یه آهنگی باشه که کلی از بچه‌ها توش باشن. آرتیستای زیادی با بیتش ارتباط گرفته بودن. یکی از بیتایی بود که خودم خیلی دوستش داشتم و گذاشتمش واسه اینترو آلبوم آدرنالین. و میگم آرتیستای زیادی واقعا طیف آرتیستای زیادی رو در بر میگیره. یادمه که پایا اومد استودیو و شنید آهنگو همونجا نوشت و حتی هم افرا بود هم داداش افرا بود امیر که داشتن حرف می‌زدن، از تو حرفاشون شعر رو داشت تکمیل می‌کرد و یکی از ورس‌های مورد علاقه پایا واقعا مورد علاقه من از پایا واقعا. آت میاد هنوزم اینجاست، انگار میخواست نمونم اینجا. آهنگ بازیگر که واقعا یکی از آهنگای مورد علاقه خودم از رزومه کاریمه که با همین خلوت بستیم. اولا شارات تو خلوت، امید هنربر بابت اینکه روی این کار اومدن و ترکوندن واقعا بچه‌ها، هم امید بابت پیگیراش، هم خلوت بابت ورسی که روی موزیک انداخته. میدونم خیلی هم جواب گرفت و خیلی هم مخاطبا راضی بودن. واقعا هم ورسش حرف نره. منم سعی کردم چه تو موزیکش، تو پروداکشنش و چه توی کورس آهنگ و تأثیری که دارم تو آهنگ بترکونم و بیشتر از این راجعش حرف نزنم دیگه. مشخصه برای آدرنالین و رفتیم تو آلبوم پرواز و که مورد علاقه من که توی یه برنامه‌ای که زودتر از این پخش شده گفتم که واقعا اگه من تا ته عمر با این ترک تنها بذارید همین آهنگو حاضرم تا آخر عمر بشنوم. واقعا منم می اومد اون روزا تو تهرون بزرگ شده بودیم عمری لای دروغ جا زدن. آهنگ اسد روشنه رفقا یکی از عجیب ترین همکاری‌های من در طی کل این سالا بوده که کار کردم. چرا؟ چون که تو استودیو نشسته بودیم دیگه، روز آخر قبل از پخش آلبوم پرواز بودیم و این موضوع مال خیلی وقت میشه و بچه‌ها هم بودن همه، یعنی هم تایماز بود، هم علیوج بود، رضا بود و من بودم. بعد یادمه که بیتشو ساختم، یعنی شروع کردم به ساختن بیتشو. رضا رفت یه استراحتی بکنه، هنوز بیت تمام نشده بود، رفت یه استراحتی بکنه و برگشت بالا، دید من این بیت رو ساختم این شکلی و خیلی ارتباط گرفت و بزن برم تو رکورد کنم، همینو بزن برم تو. رفت پشت میکروفون و بداهه است کل ورس رضا پیشرو در این ترک اسد روشنه رفقا بداهه است. سلطان رضا پیشرو این چیزا اصلا بعید نیستش، بدون هیچ اغراقی، یعنی کلمه به کلمه همونجا میگفت، بعد بداهه پردازی میکرد، ادامهش رو ریکورد میکرد و واقعا من عشق کردم. یعنی جزء یکی از تجربه‌ای بود که هم ازش خیلی درس گرفتم، هم خیلی خیلی دوستش دارم این آهنگو و همین که باعث شد که بتونم همکاری وکالیم هم توی آلبوم پرواز داشته باشم که باعث افتخارم رفقا. یادم میاد که همون موقع اومد بیرون و تموم شد و بهش گفتم که رضا فرصت بده که من کورسش رو بنویسم و یه ملودی هم همونجا در آوردم. اون ملودی اولش رو که زدم، گذشته اومد دنبال من، همون زنگ زد به خشی، همون زنگ زد به کچیویتس و گفتش که خشی میخوام تو این آلبوم این ترک رو با هم دیگه کار کنیم، سینا هم قراره که هوکش رو بزنه، کورسش رو بخونه، ولی کمکش کن که یه کورس نابی در بیاره و شرایط تو کچی به خاطر اینکه واقعا کمکم کرد و ادامه اون شعر تبدیل شد به اون قسمت دومش، خیلی کمکم کرد تو فلوهاش. و نمیدونم خوابم یا بیدار، نمیگذره ساعت تو دیوار، چون میدونم آینده اینجاست، نه راه راحت نمیخواد. و یه نکته باحال دیگه هم داشت، این که بعد از اینکه حالا رضا که رفت استراحت و رفت که دیگه ما کار رو ببندیم و داشتیم کار رو با پدرام آزاد چک می‌کردیم میکسش و اینا، با خشی که داشتیم صحبت می‌کردیم گفتش که ببین من شعرمو بر اساس یه فیلمی دیدم که دیشب در واقع پلی بود و من ازش این الهامو گرفتم که میتونم برای تکستش استفاده کنم. اسم فیلمش هم مستر نوبادی بچه‌ها، سال 2009 این فیلم پخش شده و چیز جالبی که وجود داشت این بود که من این فیلمو دقیقاً سال پخشش دیدم و یکی از مورد علاقه ترین فیلمام توی کل فیلمایی که در زندگیم دیدم. خیلی بچه‌ها دید جالبی داره این فیلم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید. و خشی هم اونجا به وقتی اینو گفت خیلی انرژی گرفتم و اتفاقا ادامه شعر منم توی کورس بر اساس اون نوشته شده، یعنی نوشتمش که اگه دقت کنید دارم از چند بود صحبت میکنم. خشی هم همینطور داره قشنگ از چند تا بود توی ورسش حرف میزنه. یه بار دیگه برید این ترک رو با توجه به تمام چیزایی که واسهتون تعریف کردم گوش کنید، مطمئنم که به اندازه من عشق میکنید. باش بزنید بریم برای ادامهش. جا زدن ولی من تکی هنوزم سر پا، مثل تانک مثل جت مثل گلوله، شلیک میشه حرفات طولوله. خب چقدر این آهنگ تنها رو من دوست دارم، به خاطر اینکه این دومین همکاری من با زخمیه، دقیقاً بار دومی که اومد استانبول و باز من
تونستم ببینمش و خیلی بچه من با زخمی حال میکنم. بچه با معرفت، خیلی هم ناویه، واقعا اخلاقش، معرفتش، کارش، موزیکش، همه چیز. و این داستانش همینجوری شد که رفتیم تو اتوبان رو داشتیم یه دوری ما هم دیگه میزدیم و گفتش که من یه موزیکی دارم، این موزیک است. پلیش کرد و گفت ببین کورسشو مثلا باحال میشه سینا اگه تو بزنی. همونجا من کورس آهنگو همونجا جلوش بدایه کردم، یعنی نه شعری آماده داشتم نه هیچی. من این کارو معمولا میکنم، حالا توی ویدیوهای دیگه‌مونم میبینید، ولی یادمه که خیلی اونجا به من انگیزه داد و گفت سینا تو دیوونه‌ای، یعنی اصلا گفت رو کار تو ببر جلو فقط. چون واقعا خودم هم خیلی شوک بودم دیگه، بالاخره کورس خیلی باحالی شدش و یه کورس نابی هم انداخت انگشو کار تنها تو آدرنالین و بستیم ما هم دیگه. ولی همونطور که بهتون گفتم کار کاملا کورسش بدایه بود و بعدش هم رفتیم استودیو هم موقع ریکورد کردیم و کارو جمع کردیم. موزیکشو اینا رو هم قبلا ساخته بودم ولی من از روش موزیکشو دوباره ساختم. بزنیم بریم واسه ادامه. اولا اینکه اولین باری که این آهنگو واسه نسیم پلی کردم، شارو نسیم، دمش گرم که بود تو این آلبوم و خیلی خانم بانو محترمیه، خیلی براش احترام قائلم. خیلی منم زیاد با معرفت نبودم در طی مدت زمانی که حالا استانبول بودم و بعد دیگه یه سری مشکلات واسم اومد پیش اومد که نبودم اونجا، ولی در حقیقت من رفاقت زیاد کرده، شاید جوابشو اونطوری که باید ندادم توی رفاقتم، به خاطر اینکه جایی که لازم بوده شاید بچه‌ها بودن ولی من اونجایی که باید نبودم، به خاطر اینم بوده که مشکلاتی برام پیش اومد که اصلا نتونستم حضور داشته باشم. ولی دمش گرم به خاطر اینکه اونجا اومد و واقعا کورس این کارو ترکون، یعنی اصلا مدل خوندنش، مدل اون هارمونی که اجرا میکنه به نظر من یک خودشون ملودی‌ها رو در آورد، دو سه کارو شعرشو من نوشته بودم ولی اومد واسش فلوها رو در آورد و به نظرم بهترین کاری که میتونست ارائه بده واسه آدرنالین رو انجام داد. دمش هم گرم که همراهی کرد. و جالبش اینه که اولین باری که این آهنگو شنید فردا رو گفتش که شبیه زمین صاف است، ولی من هیچ المانی موقعی که داشتم موزیکشو میساختم واقعا نداشتم، یعنی هیچ ایدئولوژی از اینکه بخوام این کار بکنم که شبیهش بشه نداشتم. ولی وقتی دیدم چقدر مثلا مدلش استایلش به نسیم میاد بهش نشون دادم ترک و قبول کرد که حضور داشته باشه. دمش هم گرم و ممنونم ازش. تحمل ناراحتی نمی‌کنن دیگه توجه بهت، ظاهر تاره قشنگ شده ولی خودتو میبینی تو فقط خودت. پرحاشیه ترین آهنگ من در طول رزومه کارنامه کاری آهنگم با ام جی. آهنگ خیلی قدیمی هم هست بچه‌ها و شنیده هم شد ولی نه اونجوری که باید. منم راضیم، در اون حد به نظرم کافی بوده. چرا میگم پرحاشیه؟ به خاطر اینکه رفقا زمانی که این کار ما جمع کردیم یه اسپانسری ما داشتیم و این اسپانسرمون رفیق منم است. یه سایتی داشت اون موقع می‌خواست تبلیغاتشو بکنه، اومد گفتش آقا برای این کارتو خیلی دوست دارم صحبت کن اگه میتونی. اون موقع هیچ مشکلی واقعا نشه، اصلا خیلی قبل‌تر از هابیل و قابیل و الان هم اصلا مشکل نیست. بگذاریم منظورمو بگیرید دیگه، اون موقع اصلا داستانی نبودش. اومد گفت آقا من این هزینه رو میدم واسه اینکه این آرتیست رو بیاریم و تو آلبوم. من زنگ زدم به امیر، اون موقع گفتم که آقا چقدر مثلا میاد سهراب تو کار و اینا، کار اسپانسر داره و گفت انقدر. من سودم خدای بیشتر و خیلی هم حال کردم و اون مبلغ بهشون دادم و خودم حقیقتا بیشتر برداشتم. آدم استرن که بعدن حالا حرف پشتش در اومد که باجدادی دیدشی و اینا. خلاصه من باجه رو خودم هم گرفتم ولی کار خوبی بود. من خیلی موزیکشو دوست دارم، واقعا موزیک خفنیه و به نظرم کار خفنی اصلا. از حواشی و آرتیستا بگذاریم، کلا شما بیاین فضا رو از دید یه شنونده نگاه کنید و فقط موزیکو بشنوید، ببینید چه اینترویی داره چه آوترویی داره، کلا سازهایی که استفاده شده، حرکتایی که تو موزیکش زده شده. بزنیم بریم برای ترک بعدی. میشه رویا خوابیدن دم صبح، نرفت تو کتش تو فقط میشناسه خدا رو، یه دنده سری پر و بالو کندن شکست است. آهنگ میدرخشن واسه من تداعی خاطرات واقعا روزاییه که آخرای آدرنالین بود و این کاری که جمع کردیم اوجلی گوشش کرد و ازش خواستم توی آهنگ باشه به خاطر اینکه ترکیب خوبی میشد با هم و به نظرم واقعا حضورش هم خیلی باحال بود و موزیکش هم که همونطور که دیدید موزیکا رو کلا ساخته بودم دیگه. حالا تعریف خاصی از موزیک ندارم بکنم ولی حس و حال موزیکش و اون استایلی که داشت به نظرم خیلی به اون فضای حالم می اومد اون موقع و سعی کردم که همزاد پنداری بکنه با
حال رفقایی که گوشش میدن. امیدوارم که لذت برده باشید رفقا. اینم از یه برنامه دیگه که آهنگایی رو گوش کردیم که پربازی ترین همکاریای من بوده که آهنگسازی‌هاشون هم خودم انجام دادم و چون آهنگایی هم بوده که همکاری کردم ولی خب آهنگسازیش با من نبوده. مرسی از انرژیاتون، همونطور که گفتم. اگر که حال می‌کنید همونطوری یادتون نره فراموش نکنید. اینم میخوام بهتون بگم که من همه جا سعی کردم بهترین خودمو بذارم وسط، حالا چه توی حوزه آرتیستی بوده موقعی خوندن، چه توی موقعی که آهنگسازی داشتم میکردم، چه موقعی منیجمنت، و با انرژی‌های شما 100% که قراره بیشتر و بیشتر هم بشه و بهتر کنیم. دمتون گرم که همراهیم و بریم تا برنامه بعدی. رفقا میتا.